نگاه کردن به محبت به روی پدر و مادر عبادت است. پیر شده است و روحاش جنجله شده است، پچله شده، چشماش خلدت دارد. همون مادر به محبت نگاه کن، آبای چشم با دستورمالی که صد تازه کن. این حکم نماز خواندن دارد برای تو. زیرا همون مادره که امروز چشماش خلق گرفته است، همون مادر بود که تو را در رحمش 9 ماه تربیت کرد. همون مادر بود که در وقتی به دنیا آمدن تو با مرد دست به گریبان شد. همون مادر بود که برای شیردهی تو 2 سال خواب برای خودش حرام کرد. پدر و مادر از در میدونن پیش نمیخیزد. پدر و مادر فیرات کند، در جواب حتی لبیک ایستادگی ها نمیگوید. و این دنیا جایی همیشگی، این دنیا موقتا یک ایستگاه است. ما در وی هم کار میکنیم، هم بندگی میکنیم، حیات ابدی خود در آخرت آباد میکنیم. بچه های عزیز، بعضی روایت ها در النظر فی وجه الوالدین عبادتون، نگاه کردن به محبت به روی پدر و مادر عبادت است. وقتی که شما همون مادری که پیر شده است و روحاش جنجله شده است، پچله شده، چشماش خلدت دارد، همون مادر به محبت نگاه کن، آبای چشم با دستورمالی که صد تازه کن. این حکم نماز خواندن دارد برای تو. زیرا همون مادری که امروز چشماش خلق گرفته است، همون مادر بود که تو را در رحمش 9 ماه تربیت کرد. همون مادر بود که در وقتی به دنیا آمدن تو با مرد دست به گریبان شد. همون مادر بود که برای شیردهی تو 2 سال خواب برای خودش حرام کرد. حالا در کوچه‌ها میبینم بعضی مادرای عزیز در آغوششان بچه 2 ساله 3 ساله‌شان قشاق کردگی پیاده رفته ایستادی‌اند. و این مادر است. بنابراین باید ما و شما اونها را احترام کنیم، اونها را دوست داریم. پروردگار در قرآن با شیوه های گوناگون ما و شما را، بچه ها، امر میکند به احترام پدر و مادر، به خدمت پدر و مادر. امروز من میدانم اکثر جوانای ما از سبب که از اسلام دور شدیان، از مسجد دور شدیان، پدر و مادرشان احترام نمیکنند. پدر و مادر از در میدونن پیش نمیخیزند. پدر و مادر فیرات کند، در جواب حتی لبیک ایستادگی ها نمیگوید. جوانای عزیز، این انصاف نیست. شما امروز احترام پدر و مادر کنه، فردا در وقت پیری بچه هاتون حرمت ها میکنن. امروز شما دعای اونها رو گیرید، فردا در وقت پیری بچه هاتون دعای شما رو میگیرن. امروز شما پدر و مادر از در آمد پیش اونها راستا خیزید، از خودتان بالا گذرانشی نمید، فقط در وقت پیری بچه هاتون شما را پیشواز بگیرن، از خود بالا میشنانند. این قرض است. هر چی کردی با پدر آن را ببینی از پسر. یکی امروز با غرور بای بچگیت، با غرور منصبت، با غرور ماشین و مرسدست، با غرور پهلوانیت بیچاره پدر موسفیت دیوانه حساب کنی، مادری پیرت دیوانه حساب کنی، کاردار نشه به من گویی فقط نقص دان که تو در پیش بچه هات از این دیوانه تر حساب میشوی. جای تو خانه بی صاحب است. در که امروز برای تو پدر و دیوانه حسابه، تو فردا برای بچه دیگه در این خانه مناسب نیستی. همون روز که از کار موندی میبره در خانه بی صاحبه میپرتاد، انا اونجا عمر بگذرانی و نمیخواد در این خانه تو رو بینید طبیعت شکیره چه وقت. قرآن در پروردگار میگه من عمل صالحا فلنفسه و من اساء فعلیها ثم الى ربکم ترجعون. کسی که خوبی میکند با فایده خودش میکند. امروز تو یک خدمت برای مادر و پدرت کن، فردا 10 خدمت از پدر و مادر از بچه‌هات میبینی. امروز تو یک بی‌آدابی نسبت پدر و مادرت کن، فقط 10 سخن نیشدار از بچه‌هات میشنوی. این وعده خدا هست، هیچگاه خدا وعدش خلاف نمیکند. آخی پدر و مادر محروم از لذت دنیاست، محروم از حیات شیرین. و این دنیا جایی همیشگی، این دنیا موقتا یک ایستگاه است. ما در وی هم کار میکنیم، هم بندگی میکنیم، حیات ابدی خود در آخرت آباد میکنیم. خدا رحمت کنه. مولانا میگوید یک جای دیگرش در چشمو بکشا اگر چشم تو صاحب نظر است. چشمو بکشا اگر چشم تو صاحب نظر است،
زندگی از پی تعمیر جهانی دیگر است. این زندگی برای آباد کردن بستانسرای بهشت است، برای این نیست. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. بنابر بچه های عزیز، دادرای عزیز، نمازاتان خانه. باز میگویم شما همه کار کنید. سحری از خواب خستید، نماز بامداد تان خانه مسجد روید، بعد از نماز بامداد خواندن روید، دانشگاه میرید، دوکان میرید، جایی که هر کار تا ساعت یک کار کنید. یکی شد باز در همون جایی که کار دارید یا مسجد تان نزدیک، امروز در هر خدمت الحمدلله مسجد است، روید طهارت کنید، مسجد پیشین تان خانه، بعد یا با کار کنید، با ورزش بدن کنید، با بازی کنید، با خرسندی کنید، بعد نماز عصر که شام شد با طهارت کنید روید نمازاتان خانه. اسلام برای شما هیچگاه خرسندی رو من نکرده است، هیچگاه ورزش بدن من نکرده است، هیچگاه بازی رو من نکرده است، هیچگاه خنده رو من نکرده است، هیچگاه کار کردن من، همش برای شما اجازه است. فقط یک جای با این 10 دقیقه خدا را هم عبادت کنید. خدا این از شما میخواهد. نماز کلید جنت است. نماز قیمتی بهشت است. نماز خشنود کننده رحمان است. نماز شکننده قامت شیطان است. نماز کارخانه انسان سازی است. انسان بد اخلاق خوش اخلاق میکند، انسان جنایتکار اصلاح میکند، انسان بیرحم حقیقی اگر نمازخوان شود دلسوز و مهربان میکند، انسان بد زبان خوش زبان میکند، زیرا که قرآن میگه ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. خلاصی کلام دادرای عزیز و خواهرایی که صدای من میشن در این اطراف، نماز فرقی بین مومن و کافر است. کسی نماز میخواند وای مسلمان است، کسی نماز نمیخواند وای مسلمان نیست. این آخرین سخن من و سخن فصلش هم تمامش هم آخرش هم همین است. نماز میخواندگی ها مسلمانند، نماز نمیخواندگی ها مسلمان نیستند، اگرچه خودش مسلمان هم گوید. بنابراین نماز خاتان خانه. پیغمبر خدا این اعلان خوشم کردیم، من نکردم. پیغمبر به شما اعلان میکند بین العبد و بین الکفر ترک الصلاة، زیرا که مقصد از آفرینش ما و شما جوانای عزیز این عبادت و خداشناسی است. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. خدا میگه من شما را ای انسان ها به خاطر آن فرستادم که من پرستش کنید، من عبادت کنید و در وقتهای مخصوص در پیشگاه با عظمتی من تعظیم کنید و پیشانی زیبای خود در زمین گذارید و سبحان ربی الاعلا گویید. خدا رحمت کنه جلال الدین بلخی مولانای روم میگوید زندگی مقصود بهری بندگی است، زندگی بی بندگی شرمندگی است. مقصد از زندگی خوردن خواب رفتن نیست، مقصد از زندگی فقط کار کردن و خواندن نیست، مقصد از زندگی یک جای با اونها باز عبادت خدا هم هست. زندگی بی بندگی شرمندگی، زندگی که در وی پرستش خدا نباشد، فرمانبرداری از قانون خدا نباشد، زندگی که در وی طهارت کردن رو به قبله ایستاده با خدا مناجات کردن 10 دقیقه و 20 دقیقه نباشد، والله این زندگی زندگی حیوانی است، ای زندگی نیست. شرم دارد باید جوانی زیبایی که به این قامت زیبا، به این لباسای خوشرو، به این چهره زیبایی که خدا او را داده است، در اصل 2 قطره آب بود، او را داده است، در پیشگاه این خدا سجده نمی کند. شرم دارد باید او، وای ناشکر است. عطار میگوید کرد ای زید مرد تو را از نیست هست، از برای آن که باشی حق پرست. برای چی ما را خدا حق کرد؟ برای همین گشته؟ برای در دیسکوتک روز گذراندن؟ برای در بلیاند کلوب ها بلیاند بازی کردن؟ نه دادره، برای شما را نافریده است، برای آن شما را خدا هست کرده است که او را شناسید، او را عبادت کنید. چرا که این زندگی همش این نیست. زندگی
این یک ایستگاه است. این دنیا زندگی حقیقی سرای دیگر است. اگر این همه زندگی همین میبود، باید در اینجا مرد نمیبود، باید در اینجا کسلی نمیبود، باید در اینجا غم و درد نمیبود. اگر زندگی همش هم میبود. ببینه موسفیدا رو بینه، من اینجا 500 600 جوان است، 4 موسفید است. کجا شدن همسینای اونها؟ همسالای اونها کجا شدن؟ چه شما بودگی باید 100 200 نفر همسال داشتن، کجا شدن؟ همش خواجه ها بگرد دمگیر رفتن. یا رئیس جمهور پتافکشان داده نوروز داره به شنبری دم گیره. اونها استراحتگاه قبرستان بخواهند.